السلام علیکم شیخ موسی. علیکم السلام و رحمت. برادرای عزیز، هم برادر خیلی اومدم در همین دکان شناس شدم. میگم زوده کجا؟ میگه زوده عربستان. میگم فارسی ختیمه تاجیکی گپ زده است. یا برای دهن خودش میفهمیم. برادر عزیز، نه تو در عربستان در همه جا به دنیا اومد، در سعودی. در اینجا این قشلاق دنیا آمدیم. این قشلاق. اینجا کلام نه. اینجا نامش جهاد مسافی مکه مکرمه جهاد مسافی است. انا ما اصلی ازبکستان سرخندریا. سرخنده‌دار قومای الپامیش است. ما اینجا دنیا آمدیم، اینجا کلام فارسی یاد داریم، ازبکیه، خطای، ترکیه، آذربایجان، فارسی، پاکستان همه یاد داریم. انا برادرای خطای ما یاد داریم الحمدلله. برادرای عزیز، زبان دانی جهان دانی. انا خوش به حال برادر ممکن در همه جا به دنیا اومده، لیکن پدر و مادر ارجداش در سرخندریا افغانستان کی گفتی بود؟ افغانستان مزار شریف. مزار شریف ده پشت پدری؟ پدریم پدر کلانا ازبکستان سرخندریا آمد. جنگ روسیه شوروی. شوروی ده اومد. بیرون آمد. بیرون باز افغانستان آمد. مزار شریف. باز مزار شریف پاکستان در پاکستان عربستان آمدیم. ما الحمدلله اینجا دنیا آمدیم. در مکه اینجا کلان شدیم. چند سال داری؟ من 91 هستم. یعنی 32 ساله هستیم الحمدلله. برادرای عزیز، نگاه که زبان که میدونه با همه موجودی که همیشه میآیند خانم داری؟ چون حرف میزنن. خانم داری؟ داری الحمدلله، دو بچه دار، دو پسر داری الحمدلله. خانم عربی یا که اما هر زبان مثل ما الحمدلله اونا درس دادگی هستیم، ترکی خوب میفهمه زیاده. نه خانمت از عربستان است یا از نه خامای ماست، خود خامای ما خالای دختری خالای ماست. دختر خالان و در همینجا به دنیا اومد. اینجا مثل ما است، اینجا در مکه در جده و در جده کلان شده. ما اینجا کلان شده. ما بعد در خانه ما الحمدلله هر باشه زبان مادر زبان پدر ازبکی صحبت میکنیم. یه پدر بزرگا پدر مادر بزرگا بود زبان شما گم نکنید. زبان گم میکنه جهان گم میشه. بله. افغانستان رفته ای؟ نه رفتگیم. تاجیکستان رفته؟ نه رفتگیم. ازبکستان؟ نه رفتگیم. سرخندریا را از کجا میدونی؟ در پدر بزرگا. بخارا را از کجا میدونی؟ پدر بزرگا مادر بزرگا الحمدلله اونا میگفت اصلا ما در ازبکستانی هستیم. سرخندریا. باز آمد در افغانستان. در افغانستان آمد، در پاکستان در عربستان آمد. ما اینجا دنیا آمدیم. هر باشه ما الحمدلله زبان ما خوب یاد داریم، ازبکی خوب میفهمیم. هر باشه الحمدلله زبان پدر است، زبان مادر است. یک زبان یک جهان میگه. می الحمدلله ما نمیگم این فارسی است این ازبک است. ما یک مسلمان هستیم الحمدلله. یک مسلمان. انا جهان بینی. ما خرسان شدیم قومای ما آمد در تاجیکستان در ازبکستان. اما ایش آمد الحمدلله مزار شریف در آمد الحمدلله. ما اینا قومای ما خرسان شدیم الحمدلله. قومی ما ما خرسان شدیم الحمدلله. این دفعه گرفتگی است ماشاءالله. شما ان شاء الله شما قومای تاجیکستان در ازبکستان ان شاء الله الله شما هم نصیب میکنه. ان شاء الله آمین. باور میکنی خطی عکس صحبت کردم یک جهان دیگر معنا گرفتم. این یک نقله کرد که لایکمون شرکتی مدرسه زنده و سربلند باشه. خدا یارو مددگار هزار نگه کجای ده همین فارزبانا یا که مقصد همین ازبکا یا تاجیکا میاد همه وقت در دستگیری هم هست با هم ارزان میکنه. باور که بهترین حلاوت بود اینه که زبان میدونه. خوش به حالش. سربلند خانه بود. خوش آمدید. خدا نگاه بود.